پیرمردی داخل سالن یه گوشه‌ای تنها نشسته بود. داماد جلو آمد گفت: سلام استاد، من رو یادتون هست. معلم گفت: خیر عزیزم، فقط میدونم که مهمان دعوتی از طرف داماد هستم. داماد خودش رو معرفی کرد و گفت: مگه میشه من رو از یاد برده باشید؟ یادتون هست ساعت گران قیمت یکی از بچه‌ها گم شد و شما فرمودید که باید جیب همه دانش آموزان کلاس را بگردید. گفتید همه ما باید سمت دیوار بایستیم و من هم که ساعت را از روی بچگی دزدیده بودم. از ترس خجالت خیلی ناراحت بودم که آبرویم را میبرید، ولی شما ساعت را از جیبم بیرون آوردید و تفتیش جیب بقیه دانش آموزان را تا آخر انجام دادید. تا پایان اون سال و سالهای بعد هم در اون مدرسه هیچ کس موضوع دزدی ساعت را به من نسبت نداد و خبردار نشد. معلم گفت: من باز هم شما را نشناختم، ولی این واقعه رو دقیق یادم هست، چون من موقع تفتیش جیب دانش آموزان چشمهایم را بسته بودم. تربیت و حکمت معلمان دانش آموز را بزرگ می‌نماید. معلمی فقط درس دادن کتاب‌ها نیست، بلکه راهنمای آینده فرزندان است. درود بر معلمانی که درس انسانیت می‌آموزند.